قاری ممتاز و بین المللی آقای هادی اسفیدانی رو تشویق بکنید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. حال شما چطوره؟ شما خوبه؟ خوش اومدین آقا هادی، بفرمایید. سلامت باشین. خیلی خوش اومدین. سلامت باشین. اونجا وای میستی؟ بله با اجازهتون. بفرمایید. اشکال نداره که. نه یه سلام علیکی بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. و رحمت الله و برکاته. و مرحبا اهلا و سهلا. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار محترم، بینندگان عزیز، اساتید بزرگوار. یا حیاک الله. هادی آقا خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم استاد. ماشاءالله خیلی. الحمد لله على السلامه و زیاره مبارکه. بشینین، به نظرم بشینین که کارمون شروع کنیم. چی بودین آقای اسفیدانی؟ بابا چیکار کردین با دل ما؟ عرض کنم خدمتتون که بله این آهنگ البته شاید تعجب بکنید خیلی‌ها، یعنی چون این موضوعی که میخوام خدمتتون عرض بکنم هیچ جا نگفتم تا حالا. این آهنگ داستانش برمیگرده به حدود 11-12 سال پیش. من قبل از اینکه تلاوت قرآن رو به صورت حرفه‌ای حالا انجام بدیم و پیش بگیریم کار آهنگسازی میکردم و این آهنگم خروجی اون ایامه. البته بدون اینکه من 1 دقیقه آموزش ببینم یا کلاسی برم یا دوره‌ای ببینم و اینها، با تلاش خودم، با زحمت خودم، حالا علاقه‌ای که داشتم و در کنارش جالب تلاوت قرآنم انجام میدادم. و اون ایام یادمه توی دوراهی بودم، خیلی جالبه، یعنی نمیدونستم کدومو باید برم، کدومو پیش بگیرم. هر دوشو علاقه داشتم، دوست داشتم، ولی خب مشورت میکردم با افراد مختلف. اون موقع مثلا سن دبیرستان بودم دیگه، با معلم دینی، نمیدونم معلم ورزش، معلم هنر، هر کسی یه چیزی میگفت. ولی خب دیگه همون بهتر که قاری شدی به نظر. ماشاءالله. خوب یعنی نگفته بودی تا حالا. اینا والله ماشاءالله. اولین بار بود خلاصه دیگه اینو. آره این موسیقی رو من جالبه از طریق یه واسطه رسید دست یکی از گروه‌های بزرگ موسیقی که اون موقع ایران بودن، الان البته نیستن، خارج کشورن. یه اسم گروه رو نیاردی؟ نه دیگه اون حواسم هست. آره آهنگساز اون گروه به من پیشنهاد داد که شما بیا توی گروه ما خودمون هم از صفر آموزش میدیم به شما، همین که در ادامه با ما کار بکن و برای ما کار بساز و اینها. ولی خب دیگه اینجوری داری خوندن تو سخت‌تر می‌کنی، توقع رو داری می‌بری بالا. بخونن برامون، موافقی؟ بله بخونن. بله. یه صلوات محمدی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن این که ما انتظار از مقام اول مسابقات بین المللی قرآن کرواسی الان داریم، یعنی در خور یک قاری بین المللی الان انتظار تلاوت داریم. بسم الله. من اجازه میخوام این تلاوت رو هدیه بکنم به ارواح طیبه همه شهدا، علل خصوص استاد و دوست عزیزم استاد شهید منا، شهید محسن حاجی حسنی. رحمت الله. خدا رحمتش. رحمت الله. که با هم رفیق بودین؟ با شدت. یه قصه رو برام بگین اول بعد تلاوت کنیم. من بعد از اینکه تصمیم گرفتم توی زمینه تلاوت قرآن در واقع فعالیت بکنم به شکل حرفه‌ای، نزدیکای سال 9 بود، سال تحویل بود. خب ما یعنی سال 9 که میشه میریم حرم مشرف میشیم. ما هم طبق سنوات گذشته مشرف شدیم به حرم امام رضا علیه السلام و از امام رضا علیه السلام من یه عیدی خواستم. گفتم یا امام رضا من عیدیمو خودم تعیین میکنم، عیدی منو این قرار بده که حالا که من تصمیم گرفتم توی زمینه قرآن فعالیت بکنم، تلاوت قرآن، یک کسی رو توی راه من بذار
که کمکم بکنه دست من رو بگیره من یه پیشرفت جهشی داشته باشم توی تلاوت قرآن. حوصله ندارم در 15 سال وایسم برسم به اون درجات بالا. بعد از اینکه این خواسته رو در واقع از امام رضا علیه السلام طلب کردم، حدود 1-2 هفته و 2-3 هفته بعد توی یکی از جلسات قرآن مشهد شرکت کردم و اونجا تلاوت کردم. بعد از تلاوت قرآن یه سید بزرگواری دست من کشید کنار، دقیقاً همون جمله‌ای که از امام رضا علیه السلام خواسته بودم رو بهم گفت ببین تو می‌خوای توی قرآن جهشی پیشرفت بکنی یا نه؟ گفتم آره. روی کاغذی آدرسی نوشت، گفت برو به این آدرس. آدرسم آدرس جلسه استاد عزیزم آقا مصطفی حاجی حسنی و شهید محسن حاجی حسنی کارگر بود که دیگه رفتیم اونجا و خلاصه در محضر این دو عزیز تلاوت قرآن رو. خب روح همه شهدا، خصوصا شهدای حادثه منا، روح شهید محسن حاجی حسنی کارگر، شهدای کاروان قرآنی، آره شهدای کاروان‌های دانش، اون گروه عزیز ما، چقدر قاری درجه 1 اونجا مقدس واقعا. روح همشون شاد. شاد. یه چند ثانیه حالا که اسم محسن جان اومد وسط، قبل از قرائت هادی عزیزم یه چند ثانیه‌ای از تلاوت محسن حاجی حسنی کارگر توی مسجد الحرام با هم ببینیم. این کارو منو سخت میکنه. روح شاد من باشم تلاوتمو تقدیم میکنم به روح محسن. حتما همینطوره. ما هم تلاوت رو انشاءالله تقدیم میکنیم به همه شهدا. خوشامد آقا فرمودن شهدای تمام شهدای قرآنی منا، اصلا تمام شهدای منا، علاوه بر شهدای قرآنی و حاج محسن آقای حاجی حسنی. ببار به همه ببار. بله. آفرین. انشاءالله آیاتی از سوره مبارکه زخرف رو تلاوت خواهم کرد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله يا سلام سلم. الله يا هادي. الله نعم يا سلام سلم. ادخلوا الجنة. يا رب. نعم. ادخلوا الجنة. أحسنت. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله عافية. نعم ما شاء الله. نعم الله عجيب. بارك الله.
الله. عجيب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله الله الله. أعد نعم 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 نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله الله. هي كده مو استاذ رضوان؟ ايوه عجيبه. اي والله اي والله. عجيبه. الله 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 الله. هي نعم عجيبه. الله الله. هو ده. سلام يا سلام. سلم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الله. إن شاء الله. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله 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 الله. ادخلوا الجنة. نعم. ادخلوا الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم 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 نعم. الله. يا سلام. سلم. الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله الله. هادی جان الله. یه دفعه هم تلذذ اعیان رو تو اوج بخون. ايوه كده. هو كده يا حبيبي. نعم نعم. بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه
اقرا الله الله تو هم امشب شب خوبه. الله. آره نمیدونم. آره یه چیز دیگه است. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس اینو هم برام آره هرچی اعیانشو حالش بیشتر. طفل اجمل من ادامه بده. گفتی بالا بمونه ولی پایین که گفتی بالا بمونه بس عیون حالا یه من تلزل اینو بالا غیر یه بار اینجا باشه. حتی این اعیان ناقص میمونه دیگه. آره اعیان ناقص بذار دوباره برگرد. اینجوری ناقص میمونه دوباره برگرد. آقا اینا رو ول کن. قفله منو بخون. چیزی که من خواستم. اجازه بده اینو شاید شما اسمع شاكر بده يحكي اللي بده اياه يا عمي. دعوك شاكر طلاله. عم يعني تحصروا ليش؟ وتلازم الاعیان ناقص بذار تا بعدش ببینیم چیکار کنیم. هادی جان بالا نگه. قفله منو بخون. براش خوندی دیگه برای حامد. الان وفيها شروع کن. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ اینجا وایس. كما تريد انت. اینجا وایس. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله ما شاء الله. الله جميل. يطاف بابا ول کن بذار برام بخونه این قفله رو که لا هو يخرج لنا. وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يا سلام سلي. يا سلام سلي. حالا یطاف علیهم اما از ذهب و اکواب بازی کن با دل ما. مثل شما نمیتونیم با دل نه استغفر الله. آقا یا قفله منو بخونی یا صدق الله تو بگی. حسنه حسنه من این چیزی که میخوام گوش کنم. هم ولایتی ان دیگه حرف کیا به تهرانی شده دیگه. نه منم مشهدی ام. هم خطه‌ای ان حرف حامدو گوش میدم. منم مشهدی ام. همین چی میخوای استاب کنیم چی اصلا میخوای پردهشو خاطی نه. لا غير طبعا. پردهشو نمیخوام قفلهشو میگم. تغییر دادیم میشه این آقا کلا امروز برام چیزه آهنگ که ایشون میخواد اینه تو این پرده اختلف الدرجات. ای اینو میخوای آره خليك مع شاكر. اول اینو بخونه. مثلا من باشم به رسم مهمان نوازی اونی که حسنینم میخواد میخونه. خب این کار ما الان ناقص بود. قسمت نه الان ما حسنین رو شما حتما بخون، اتفاقا ویژه براش بخون، ولی حالا که اینو ناقص گذاشتی تلذذ الاعیان یطافو یه دفعه اینو اجرا کن و بعد اگه حسنین اجازه بده بعدش اجازه هست با اجازه بزرگترا. آره هادی جان میکروفون هم یه خورده بگیر بالاتر. آره بده بالاتر خودت زحمتش بکش. الله 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 ما شاء الله. خب تلذذ الاعیان شما چی بود؟ شما چی سفارش داشتین؟ ای دونونه دیدی گفتم اینو که خوند یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
الله الله. هي حسنين، هي الأكل. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الله أكبر. هذا الله حرام عليك استاذ رضوان. لا حرام والله حرام والله جميل. حرام عليك يعني الأستاذ يخرج لنا الجواهر. أستاذ رضوان. شاكر. بارك الله بارك الله. معمم وانا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. همون ما تشتهي الأنفس من خاص تمام بعد. خب بخون ملودی تو بخون. اطلب تفضل. فراموش کردم دیگه. تفضل اطلب. نعم خفيفة هذه. دقيقا همون نبود. خفيفة شنو استاذ رضوان؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم هذا يطاف عادية يعني. يطافوا با همین قفله عادية. میخوام بخونه برام. آره این تو رسم کشورهای مثل عراق و مستمعین جدی سنیایی که اونجا هستن دوست دارن. من خودم وقتی میخوندم میگفتن تکرار کن و براشون با اشتیاق میخوندم. حالا شما بخون. یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الله الان ازت راضی شدم حبيبي راضی ان شاء الله خدا راضي بشه. شفت رجعت إلى كلامي قلت له الله الله وافقت. بخون برای حسنین. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس اون دومش هم یادم یه لحظه فکر کردم باید سکت بکنم. نمون حبس بکن. نه فيها ما تشتهي هذه دومي حذفه. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. همینو بخون. ببخش. اون دومم یاد رفت. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس عجيب. مقامش عوض کردی ما شاء الله. ما شاء الله. حالا ما ببینیم مال همینو چسنینو بکنیم. مقام خودتو بخون.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله حال میکنم با این هرچی میخونم پاس میده. وأنتم فيها خالدون. نعم. ما شاء الله. الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیاتی هم که انتخاب کردن، این آیه ابتداییش خیلی آیه عجیبیه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ببینید نشون میده که رفاقت، آقای بوذری، همه بینندگان عزیز، رفاقت اگر مدارش تقوا نباشه به دشمنی کشیده میشه. یه موقع با آقای احمد صحبت میکردیم، این نه تنها در رفاقت‌های نفرات با هم دیگه است، بلکه رفاقت‌های جوامع هم با هم دیگه همینه. اگر اون هدف خدایی، ایشون تعبیرش اینجوری بود، میگفتش که تعبیر پسندیدم، میگفتش که یه ایکس هست که تو معادلات همیشه برای دشمنان حذفه. نمیفهمن، نه ما رو میتونن تحلیل کنن، حتی خودشون هم نمیتونن تحلیل بکنن. همه محاسباتشون درسته، محاسباتو به هم میرزه. ببینید قرآن میگه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. یعنی شما اینها رو با هم دیگه جمیعا میبینید، در حالی که قلوبشون این پایین که میری مثل کف آبه. کف روی آب شما نگاه میکنی، آتشخالای روی آب میبینی همه آتشخالا هم چسبیده. شما فکر میکنی اوه یه مجموعی از آتشخال، در صورتی که 2 سانت میری پایین، نیم متر میری پایین، میبینی اصلا خبری نیست، هم نچسبیدن اصلا. خب یه سیلاب بیاد همشون میره. ببینید رفاقت در مدار تقوا میماند، رفاقت در غیر مدار تقوا و اینها، رفاقت ها الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. این میگه تو مقصر بودی، اون میگه تو مقصر. اینا واگرا میشه. خیلی ممنونم. ممنونم از شما. متشکرم. تشویق بکنید آقای استیدان.